اینجا دبیه. قشنگه نه؟ حالا برمیگردیم از اولش. 1970 شهر دبی. حالا از من میپرسید این چطوری تبدیل به این شد توسط این آقا محمد راشد آل مکتوم. دوستان واقعا شما ببینید اینا چجوری اینو ساختن. برج خلیفه دبی 163 طبقه قابل استفاده داره. 828 متر هم بلندیشه. شماره 2 دبی مال. دبی مال بزرگترین مرکز خرید جهانه. یه پروژه 60 میلیارد دلاری و در سال 2008 هم برای مردم بازگشایی شد. شماره 3 آبنمای دبی که با همراه با پروژه دبی مال تأسیس شده. قاب دبی یا دبی فریم بزرگترین قاب عکس جهان که با معماری بی‌نظیر خود به یکی از جاهای دیدنی دبی تبدیل شده است. این قسمت گرونترین ماشین پلیس‌های دبی: آودی، مکلارن، نیسان جی تی آر، مرسدس بنز، بوگاتی ویرون، لامبورگینی، فراری، آخریش هم بی ام دبلیو. چه خبرتونه؟ و راستی اینم بگم ماشین‌های فرسوده زیادی داره تو پارکینگ‌های دبی خاک می‌خوره که ازش بگذریم. پیست اسکی در دل کویر. دبی یه شهر کویریه و اینا اومدن توی دل کویر یه همین چیزی رو ساختن. شما فکر کن بیرون هوا 40 درجه گرم باشه و داخل اینجوری. جزیره نخل در دبی. اماراتی‌ها با هزینه‌های بسیار زیاد بزرگترین جزیره مصنوعی تو جهان ساختن. نظر من که خیلی قشنگه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهم بودید. دوستان شاید زمانی نبره ولی اگه اون دکمه سابسکرایب رو بزنید میتونید زندگی من رو عوض کنید. واقعا از شما ممنونم. با تشکر.